برای این مدل شلوار پارچه رو دولا میکنید، از قسمت بالای پارچه 2 سانت به سمت پایین میایید و یه خط صاف رسم میکنید. حالا از قسمت ترکی پارچه به اندازه 8 سانت جلو میرید و تا قد کار این 8 سانت رو ادامه میدید. به این حالت رسم میکنید و یه خط صاف میکشید. قد شلوارم که کاملا سلیقه‌ای هستش و تمام این خطوط رو به هم وصل میکنید. خطکش رو قرار میدم روی اون 8 سانت و به اندازه 1/4 دور باسن جلو میرم و علامت میزنم. مجدد روی این خط به همون اندازه پایین میرم تا قد کار و تمام این نقاط رو به هم وصل میکنم. مجدد خطکشم رو قرار میدم روی اون 2 سانتی که پایین اومدم و به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 3 سانت جلو میرم. از سمت دیگه کارم به همین ترتیب و یه خط صاف رسم میکنم. حالا این خط فاق رو تقسیم بر 2 میکنیم، وسطش رو پیدا میکنیم، 6 سانت به سمت بیرون میایم و وصل میکنیم به این نقطه. از این خط که کشیدیم 1 سانت به سمت داخل میرم و با یه خط صاف به این نقطه فاق وصل میکنم. حالا این فاصله رو تقسیم بر 2 میکنیم، وسطش رو پیدا میکنیم، میشه خط اتو تا قد کار و تا بالا همون عدد رو به صورت یک خط صاف وصل میکنیم. برای دمپای شلوار از خط اتویی که رسم کردیم از طرفین به اندازه 9 سانت داخل میشم. این قسمت 9 سانت، سمت دیگه کارم هم 9 سانت. یکی از قسمت ها رو به فاق وصل میکنم و یکی از قسمت ها برای سمت دیگر رو به خط فاق وصل میکنم. حالا دور تا دور کارم رو با 1 سانت جای دوغ برش میزنم. حالا از پارچه‌ای که برامون مونده باید قسمت پشت کار رو برش بزنیم. پارچمون رو به این حالت دولا میکنیم، قرار میدیم به این حالت قسمت جلوی کار رو که برش زده بودیم دقیقاً میذاریم روی سمت دیگه کارمون و از همین الگوی جلو، الگوی پشت هم برش میزنیم. به این حالت قسمت جلو رو میذارم روی پارچه‌ای که برامون مونده. دقت کنید که قسمت فاق رو حتما جا براش بذارین، چون قسمت فاق باید 5 سانت اضافه کنیم. به این حالت از قسمت بالای پارچه 3 سانت به سمت پایین میام و یه خط صاف رسم میکنم. حالا دقیقاً قسمت خط کمر رو میذارم روی اون 3 سانتی که برش داده بودم. از قسمت فاق به اندازه‌ای که برای قسمت جلو رفته بودیم به همون اندازه مجدد میایم خط میکشیم. مثلا اگه 5 سانت رفتیم اینجا 5 سانت دیگه اضافه میکنیم برای قسمت پشت و به این حالت 3 سانت رو به سمت بالا امتدادش میدم و جای دوختامم 1 سانت میذارم کامل دور تا دور کار و کارمون رو برش میزنیم. این قسمت کار میشه قسمت پشت کار و این قسمت میشه قسمت جلو بچه ها. خب حالا قسمت جلو رو روی هم قرار میدیم و اون خط اتویی رو که خط کشیده بودیم باید به روی پارچه منتقل کنیم بچه ها. قشنگ سوزن میزنید به سمت دیگه کارتون منتقل میکنید. حالا با صابون قسمتایی رو که سوزن زدم به این حالت روی پارچه منتقل میکنم، سوزنمو در میارم و یه خط صاف تا قسمت بالا رسم میکنم. به این حالت خط اتو کپی میشه. حالا خطوطی که روی پارچه کپی کرده بودین به این حالت تا میزنید تا قسمت بالا، تا میزنید و یه خط اتو خیلی خوب میندازید. کامل قسمت رو اتو میکشید. کامل قسمت ها رو اتو کشیدیم. میتونید با فاصله چند میل بچه ها این قسمت ها رو خط اتو رو دوخت نیش بزنید. حالا قسمت های جلو رو 2 تا قسمت ها رو روی هم میذاریم، قسمت های پشت هم 2 تا قسمت ها روی هم و فقط قسمت های فاق رو دوخت میکنیم. برای قسمت جیب 2 تا تیکه رو به این حالت روی هم میذارید، 22 دست 34 به این حالت ها میزنید. خب و از قسمت لبه کار بچه‌ها از این قسمت ما یک هلال میکشیم به این گوشه و این قسمت رو کامل قیچی میکنیم. به این حالت جیب برش میخوره. حالا قسمت جلو رو به رو میذارم، قسمت جیب هم رو به روی کار قرار میدم. به این حالت این قسمت لبه کار قرار میگیره. از اینجا 6 سانت به سمت جلو میرم، 17 سانت به سمت پایین میام، 2 تا نقطه رو به هم وصل میکنم و این
این خط رو سوزن میزنم و دوختش میکنم. برای سمت دیگه کارم دقیقا همین کار انجام میدم. حالا ما اضافات کار رو برش میزنم، به این حالت قرار میدم، یه اتو خیلی خوب میکشم و به پشت کار میفرستم. سمت دیگه کارم به همین حالت. حالا جیب رو به این حالت قرار میدم و دقیقا مثل فیلم دقیقاً میذارم لبه کارم طوری که این قسمت های پایین روی هم قرار بگیرن و این قسمت رو کامل دوخت میزنم و وقتی که جیبم رو برمیگردونم به این حالت یه جیب خیلی تمیز داریم. حالا قسمت پشت کار رو میارم قرار میدم به روی کار، قسمت جلو رو میذارم روی قسمت پشت و قسمت های پهلوی شلوار. ببینید این قسمت ها رو میذاریم روی هم، سوزن میزنیم. سمت دیگه کارم به همین حالت با جای دوخت یکسان کامل دوختش میزنیم. قسمت فاق شلوارم میارم به این حالت میذارم روی هم، کامل دوختش میزنم، به رو برمیگردونم، درس ها رو کامل دوخت میزنم. برای کمری شلوار دور تا دور این قسمت شلوار رو اندازه میزنم، هر عددی بود یادداشت میکنم. یه نوار برش میزنم به اندازه دور تا دور شلوار و پهنای 12 سانت. وقتی که کارمو تا میزنم بشه 5 سانت. به این حالت و این قسمت وسطش خط اتو میندازی، از پایین 1 سانت جدا میکنیم و کامل قسمتی که باز هستش رو 1 سانت کامل دوختش میزنیم. حالا کش رو از کمری که آماده کرده بودیم به این حالت کامل ردش میکنید و دو طرف کش رو کامل دوخت میکنید. به این حالت دو طرف کش رو میذارید روی هم و با 1 سانت جای دوخت این قسمت رو دوخت میزنیم. حالا کش رو قرار میدید به این حالت، شلوار رو ازش رد میکنید و قسمتی که باز هستش دقیقاً قرار میگیره لب به لب کش و این قسمت رو سوزن میزنید، فیکس میکنید. زمانی که میخوای ببری زیر چرخ به این حالت شما باید کش رو بکشید که اندازه دور تا دور شلوارتون بشه. ببینید همزمان میبرید زیر چرخ، این قسمت رو میکشید تا اندازه دور تا دور کمر شما بشه. برای لبه شلوار به این حالت دور تا دور کارمون رو سردوز میزنیم، 1 سانت یا 2 سانت به داخل تا میزنیم و دوخت میزنیم.